عید سعید فطر چی است و کی در شریعت اسلام پیدا شد عید فطر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، عید از کلمه عاد یعود عیدا گرفته شده به معنای بازگشتن و برگشتن است. یعنی از سبب اون که هر سال بر میگردد و تکرار می شود عید نامیده شده است. و این چنین یا معنای دیگرش این است که هر جمع شوی را عرب ها عید می نامند. اما کلمه فطر به معنای روزه گشادن، در این مدت که یک ماه بنده مومن روزه دار بود، روز عید روز فطر است، روزه خوری هست. بنابراین روزه داشتن در روز عید حرام است، یعنی منع شده هست. و عید فطر سال دوم هجری مشروع شد وقتی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کردند و 2 سال زندگی کردند. سال دوم ماه مبارک رمضان فرض شد و همین گونه بر اسری ماه رمضان، یعنی بر دوام ماه رمضان، عید فطری رمضان هم مشروع گشت.